بهترین شما. نگاه کنید، آموختن قرآن به این معنا که انسان اول خواندن قرآن باید به شکل درست و صحیح تعلیم بگیره. دوم است که معنا و مفهومش بفهمه. سوم است که با عمل بکنه. بهترین و کامیابترین انسان همین است، زیرا که تمام زندگی ما، معاملات ما، معاشرات ما، دینی ما، تمام چیز ما در قرآن گفته شده است. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، بارک الله فیکم جمیعا. امروز ان شاء الله با کمک الله تعالی یک درس دیگر از کتاب الاربعون فی اصول الدین و قواعد شریعه را میخونیم و موضوعی که قرار است با کمک الله امروز ما شما بخونیم موضوع این است که تعلم الدین فرض علی کل مسلم. آموختن دین فرض است برای هر یک مسلمان. یک چیز برادر عزیز بدونن که ما شما که در دنیا خلق شدیم بنابر یک هدف کلان است و هر یک انسان باید برای هدف خود فکر کنه، زیرا که یک روز هر یک تای ما و شما به طرف رب العالمین برمیگردیم. از تمام ما و شما حساب کتاب میشه. در اونجا انسان ها تنها مورد حساب و کتاب قرار میگیرن. اگر در دنیا این هدف ما نفهمیدیم و بنابر این هدف ما کوشش نکردیم، در اون روز ما و شما کامیاب نمیشه. یک چیز بدونه که دین اسلام دین علم و بصیرت است، یعنی که هیچ کس رب خود درست شناخته نمیتونه، از او طاعت عبادت بندگی درست کرده نمیتونه مگر علم داشته باشه. دین اسلام دین علم و بصیرت است. کسی که بدون علم عمل میکنه یعنی که از فایده او ضررش زیادتر است و الله متعال تا ما شما را امر میکنه که در اون چیزی که ما علم نداریم باید دنبال اون چیز نرویم. لا تقف ما لیس لك بعلم. در اون چیزی که تو علم نداری او را دنبال اون نرو، یعنی که با آموز بنابر علم و بصیرت عمل بکن. و در اینجا چند آیه ها را ذکر میکنه که اولین از سوره انبیاء آیه 7 که در اینجا الله تعالی میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی که آنچه که شما نمیدونید بپرسین از اهل ذکر، از علما، از فقها، از مجتهدین بپرسین. و دیگه آیه سوره که در ذکر میشه سوره والعصر است. در سوره والعصر 4 تا اصول بحث میشوه. این است که الله تعالی اولش میگه قسم میخوره والعصر، قسم به عصر، به زمانه. ان الانسان لفی خسر، همان انسان در زیان است، در ضرر است، مگر کسی که الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر کسی که او چی ایمان بیارد یک و عمل صالح انجام بده و یک دیگر رو به حق توصیه کنه، نصیحت کنه و دیگر رو به صبر راهنمایی کنه. 4 اصل. اول ایمان آوردن که آموختن علم. دیم آنچه که انسان می آموزه باید حتما عمل کنه. تنها آموختن کافی نیست، زیرا که یهودی ها علم داشتن اما به علم خود عمل نمیکردن. الله تعالی اونها را چی گو؟ گروهی غضب شده. و ما وقتی که در سوره فاتحه دعا میکنیم از الله تعالی که ما را به طرف راه صراط مستقیم هدایت کنه، صراط الذین انعمت علیهم، اون راهی که با راه روانی اون راه انعام کردی. مثلا چی میگیم؟ معنی که غیر المغضوب علیهم، ما را به راهی غضب شدگان هدایت نکرد، همچون ولی الضالین به گروه به راهی گمراه شدگان که اینجا نصرانی ها هستن. ایمان یعنی که آموختن علم، عمل کردن و ایره به دیگران رسوندن. زیرا که انسان خود باموزه و با اون چیزی که میاموزه عمل کنه ایره بازم نرسونه، اون وظیفه خود یعنی که درست انجام نداده است. زیرا که الله تعالی میگه شما بهترین امت هستین، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت هستین که برای این مردم انتخاب شدین. دو صفت دارین،
امر به معروف و نهی از منکر میکنی. یعنی چیزی که انسان بدونه و او را به دیگران نرسونه یا که کتمان حق کنه، سختترین عذاب در روز قیامت بالای انسان انجام میگیره. و دیگه است که و یکدیگر را توصیه به صبر میکنن، زیرا در این راه وقتی که انسان علم میآموزه، عمل میکنه و به دیگران میرسونه و در این دنیا که هست با سختی ها و مشکلات و مصیبت روبرو میشه، باید انسان چیکار کنه؟ صبر کنه. دیگه حدیثی که در ذکر میشه ابن ماجه در سنن خود نقل میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که طلب العلم فریضة علی کل مسلم، آموختن علم فرض است برای هر یک مسلمان. چی مقدار آموختن علم فرض است؟ یعنی همون مقداری که انسان رب خدا، معبود خدا بشناسه. یعنی ما همون اقسام توحید است، توحید الوهیت باشه، ربوبیت باشه و اسماء و صفات. یکمین است. دیم است که یعنی که آن معامله که بعد از مرگ می شود، یعنی که در مسئله زنده شدن بعد از مرگ، یعنی که برزخ، جنت، جهنم، پل صراط، میزان، تمام اعمال هایی که بعد از مرگ صورت میگیره اونها را باید علم داشته باشه. و سومین است که در آن چیزی که ما را الله تعالی مکلف کرده است از خواندن نماز، روزه، حج، زکات، اینه که همین احکام ها را یعنی که باید علم داشته باشه، با علم با اینو عمل بکنه. نماز علم داشته باشه، روزه را علم داشته باشه، حج باشه، زکات باشه و دیگه اعمال ها را. اما دیگه کسی که عالی میشه و مفتی میشه در یک فن تخصص حاصل میکنه، این فرض کفایه است. اگر در یک قریه، در یک روستا، در یک محله اگر یک عالم باشه کافی است. اما این مقداری که ما گفتیم آموختن علم فرض است. اگر کسی که این مقدار علم نه آموزه حتما گناهگار. فرض به چی معنی؟ یعنی کسی که اگر این را انجام نده گناهگار میشه، مورد عقاب و عذاب الله تعالی قرار میگیره. حدیثی که امام بخاری در صحیح خود نقل میکنه، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمود که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. سبحان الله، میگه بهترین شما کسی است که قرآن بیاموزه و به دیگران این را چی تعلیم بده. بهترین شما. نگاه کنید، آموختن قرآن به این معنا که انسان اول خواندن قرآن باید به شکل درست و صحیح تعلیم بگیره. دوم است که معنا و مفهومش بفهمه. سوم است که با او عمل بکنه. بهترین و کامیابترین انسان همین است، زیرا که تمام زندگی ما، معاملات ما، معاشرات ما، دینی ما، تمام چیز ما در قرآن گفته شده است. این چیز برای تو جایز است، این چیز برای تو جایز نیست. این چیز تو را به کامیابی میبره، این چیز تو را به گمراهی میبره. این چیز سبب کامیابی پیروزی تو در آخرت میشه و این چیز سبب زیان و خسارت در آخرت میشه. تمام چیزا گفته است. معاملات خانوادگی باشه، خرید و فروش باشه، سیاست باشه، تمام چیز در دین اسلام گفته شده است. امروز مسلمانان نیاز به یگان قانون، یگان دین دیگه ندارن، و قرآن و سنت چنگ بزنن، کامیاب میشوند. در دنیا هم کامیاب میشوند، همچون در آخرت. و در اینجا چی گفت؟ بهترین شما. یعنی به این معنی که اگر کسی که این کار را بکنه در روز قیامت از جمله بهترینان قرار میگیرد. دیگه کنه که امام بخاری در کتاب خود یک باب بستگی است که اونجاست که العلم قبل القول والعمل. میگه قبل از اینکه تو در دین چیز میگوی یا که عمل میکنی باید علم داشته باشی. آموختن علم قبل از گفتن و عمل کردن. میگه که دین اسلام چقدر تاکید میکنه که شما مثل نصرانی ها نباشین که نصرانی ها بدون علم در دینشون عمل میکردن، اونا جزی گمراهان قرار گرفتن. شما هر کاری که میکنید با علم، با بصیرت. امروز ما شما میبینیم که چقدر در سرزمین های مسلمان نشین جهل است. کسایی که درباره دین گپ میزنن از دین هیچ معلوماتی ندارن. حلال کرده الله را حرام میکنن، حرام کرده الله را حلال میکنن. به بدعت و خرافات و به چقدر عملهای سخت انسان ها مبتلا شدن. همش مشکلاتی تمام این برمیگرده به نبود علم درست از دین. امام احمد حنبل میگه که الناس الى العلم
احوج منهم الى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجة إلى العلم بعدد أنفاسه. امام احمد بن حنبل میگه که نیازمندی مردم به طرف علم بیشتر است از خوردن و نوشیدن، زیرا که انسان در یک روز نیاز به خوردن یا که نوشیدن یک بار دو بار پیدا میکنه، اما نیاز یک انسان به علم به اندازه شمارش نفس‌های است، زیرا که تمام معاملاتی که تو انجام میدی باید در چوکات شریعت باشه، باید علم او را داشته باشی. بازار میری، نماز میخوانی، یک معامله‌ای که در خانواده انجام میدی، خرید و فروش، همه کاری که میکنی باید این در چارچوب شریعت باشه، علمش باید داشته باشی. بدون علم نمیشه. تا حضرت عمر بن خطاب میگه که لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقه فی الدین، میگه در بازار ما خرید و فروش نکنه مگر کسی که علمی خرید و فروش داشته باشه. نگاه که تو بازار یک مکانی هست که یک روز چقدر مردم در اونجا معامله میکنن، تمام همین باید معامله در چارچوب شریعت باشه. این کار درست است، این درست نیست، این حرام است، این ربا هست، این فال، یعنی تمام همین را باید علمش انسان داشته باشه. اگر نداشته باشه حتما به گناه مبتلا می شود. یا که قول عمر بن عبدالعزیز است که میگه من عمل فی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، میگه کسی که بدون علم عمل میکنه یعنی که فساد او از اصلاح او بیشتر است. بدون شک دین اسلام دین علم و بصیرت است و این روز هم بینندگان از شما کوشش کنید علم بآموزید. وقتی که شما علم آموزید روز به روز شما واقعا این آرامش و لذت ایمان را میچشید و وقتی که شما علم آموزید، کتاب زیاد میخونید، شما میفهمید که دین اسلام دین چقدر مقدس است. اما امروز تمام شبهاتی که نسبت به دین وارد میشه، مشکل اصلیش این است که مسلمان های، یعنی که کسی که علم کامل داشته باشه از این مسلمان ها خیلی کم است که این شبهات با درستی بتونن رد بکنن، زیرا که دشمن ها چند سال کار کردن در سرزمین های مسلمان ها را به جهل و به فرهنگ های بیگانه اونها را تربیت کردن و از دین اسلام مسلمان ها که فاصله گرفتن. امروز دین اسلام در پیش مسلمان ها ارزش نداره. اما یک چیز فراموش نکنه که یک روز ما و شما به طرف رب العالمین برمیگردیم، در اونجا از تمام اعمالهای ما و شما حساب کتاب می شود. کوشش کنید که در دنیا خود اصلاح کنید تا اینکه در اون روز ما و شما کامیاب شویم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.